سلام دوستان. با قسمت سوم از مسائل ریسک در خدمتتونم. قرار بود که ما توی وبسایت smcscreener.com بیایم مسائل ریسک رو باز کنیم. من در رابطه با این وبسایت توی ویدیوهای دیگه که حالا مربوط به مسائل ریسک نیست و ویدیوهای دیگر رو باید بررسی کنید توی یوتیوب، اینجا توضیحش رو دادم که وبسایت چیکار میکنه و توی مسائل اسمارت مانی با استفاده از هوش مصنوعی چقدر میتونه بهتون کمک کنه. حالا این بخش مدیریت ریسک، این طراحی سیستم ریسک، کلا این یه چیز مقوله جداست و توی سایت خدمات و ابزارهای مختلفی هست برای تحلیل بازار و همچنین مسائل ریسک. خب بعد ویدیوی دیگر رو ببینیم. ما فعلا متمرکز میشیم روی گفته‌هایی که در ویدیوی قبلی داشتیم. خب اینجا با قسمت سوم دیگه فکر می‌کنم قسمت آخر باشه، حالا قسمت دیگه هم ممکنه در آینده اضافه بشه. فعلا سعی می‌کنیم که تو این ویدیو تمامش کنیم. توی این صفحه باید بگم که موجودیتون رو میگید اینجا و بعد ماکسیمم درآمدتون رو هم تنظیم می‌کنید. ماکسیمم درآمد دیگه زیر 3% یه چیز نشدنیه، واسه این من محدود کردم روی 3% و ماکسیممش هم 20%. بالاتر از 20% هم برگشت پذیری سرمایه سخته. اگر شما برید راجع به برگشت پذیری حساب بررسی کنید، یک داده‌های جالبی می‌رسید. اونایی که مثلا توی بورس ضرر کردن یا تو کریپتو ضرر کردن، مثلا با خودشون حساب می‌کنن که ما 100% 50% ضرر کردیم، خب دوباره ما سهممون رو خارج میشیم یا میفروشیم، حالا 50% دیگه سود بگیریم، میتونیم برگردیم به نقطه اول. برگشت به نقطه اول با 50% ضرر، سرمایه‌تون نصف شده و با نصف شدن سرمایه شما نیاز دارید 100% سود بگیرید که برگردید به نقطه اول. یعنی هر چی که شما ضرر می‌کنید سرمایه‌تون کمتر میشه و با سرمایه کمتر برگشت به نقطه قبل نیازمند سود بیشتره. پس این قضیه درادان، اگر شما 10% ضرر بدید 11% سود نیاز دارید که برگردید به نقطه قبلی. اینو برید حالا خودتون مطالعه کنید. واسه اینی که توی شرکت‌های پراپ یا قراردادهای بزرگ توی این حوزه مدیریت اکانت معمولا برگشت ماکسیمم درآمد کلی روی 12% اینا قفل میشه، چرا که از 12% به بعد برگشت پذیری خیلی سخت‌تره و نیازمند سود بیشتره. پس این ماجرا رو مد نظر داشته باشید که حالا اگر شما درآمد دیلی می‌خواید محاسبات انجام بدید، اینو میتونید بذارید 5% توی پراپ و معمولا باید قوانین پراپ رو بخونید. اگر بر اساس دیلی درآمد کلی می‌خواید در نظر بگیرید که توی پراپ ها معمولا 12% یا 8%. خب اینجا ریسک پر ترید رو داریم، همون میزان ریسکی که داخل هر معامله قرار انجام بدیم. ما گفتیم که ریسکمون فعلا 0.5%. اگر شما توی این ویدیو دقت کرده باشیم ما گفتیم ریسکمون 0.5%. حالا ما داشتیم میگفتیم که اگر قرار ریسک بکنیم 1%، کل این محاسبات که مثلا ممکنه 1000 تا مدل باشه دوباره بعد انجام بشه، ولی اینجا شما کافیه تیک بزنید، یعنی اون خود این سیستم همه رو انجام میده. مثلا با ریسک 1.5% مثلا دو سه تا حالت میتونید تیک بزنید. خب فکر کنم تا 5 تا میتونید تیک بزنید، بعدش نمیتونید. آره این بخش رو من نمیگم، این بخش ربط داره به تعداد معاملات ضررده پشت سرم. چند تا معامله ضررده پشت سرم توی حالت 0.5% داشته باشم، بعدش استپ بعدی چقدر ریسک افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، که این یکم پیچیده میکنه. من توی ویدیوها نگفتم، یکم داستان پیچیده میکنه و فعلا اینو من فعال نمیکنم. اینا برای افرادیه که میخوان ببینن که اگر دارن میرن توی ضرر ریسکشون رو افزایش بدن یا کاهش بدن، خب و ببینن که خروجی مدل‌های خروجی چه حالتی میشه. بعد اگر دارن میرن توی سود ریسکشون رو افزایش بدن یا ریسک معاملات بعدی رو کاهش بدن، اونم بعد از چند تا معامله، یعنی بعد از چند تا معامله این اتفاق بیفته. خب این پس چیزه، اینو من خاموش میکنم، بعداً راجبش باز احتمالاً آینده ویدیو دیگه بدم. خب اینجا دقیقاً همون دو تا آرایه‌ای که ابتدای ویدیوهای قبلی گفتم، آرایه‌ها رو کجا گفته بودم؟ توی این سمت بود، اینجا. آر مین و آر مکس موومنت، این چیزی که من گفته بودم رو شما باید از استراتژیتون بک تست بگیرید و اینجا واردش کنید. وارد کردن اینجا یک دونه اون تیپی مد نظر قابل انتظار مونه، اونم یه حالت هم پیک یا بیشترین حدی که همون ماکس موومنتتون رو اینجا باید وارد کنید. که من اینجا واسه اینکه کار سریعتر انجام بشه یه دونه دکمه گذاشتم، میتونه حالت‌های رندوم واسه شما تولید کنه. شما میگید که من بیشترین آر سیستم استراتژی من معمولا مثلا 10، خب میتونید بیشتر کنید یا کمتر کنید، مثلا 10 دیگه از اون بالاتر دیگه وجود نداره، هیچ موقع هم نمیرسه. بعد چند تا ترید، من میگم مثلا 500 تا ترید که ماکسیممش گذاشتم 5000 تا، دیگه از 5000 تا بیشتر محاسبات سنگین میشه. 500 تا ترید به من بده به صورت رندوم که این 500 تا ترید اعداد رندوم باشه. اینا تیپی های قابل انتظاره و اینا تیپی هایی که واقعا توی بازار اتفاق افتاده. یعنی ما اینجا گفتیم آر بارمون 8 باشه ولی اینجا آر بار 7 رسیده، بعدش قاعدتا ضرر شده. اینجا ما گفتیم 10 بده ولی اینجا به آر بار 3 رسیده و بعد ضرر شد. اینجا گفته آر بار 6 و اینجا به 5 رسیده.
اینجا حتی گفته 5، اینجا کلا ضرر شده. خب مثلا اینجا گفته 3 اما اینجا 3 بوده، یعنی این فول تیپی شده، کلا به تیپی خورده. بعد اینا کاملا رندومه، یعنی کاملا بدون هیچ گرایش به سمت سود و ضرر و اینا، فرمولش کلا رندومه و طوری نوشته نشده که مثلا بخواد گول زننده باشه و سیستم رو ببره سمت سود. شما بهتره که دیتای واقعی خودتون رو اینجا وارد کنید. این فقط برای اینکه مثال ویدیو تموم بشه. خب این سمت ما میایم میگیم که تیپی یکمون فعال باشه. مثلا من میخوام بگم که شما همیشه روی آر بار 1 خارج بشو، یا همیشه روی آر بار مثلا 3 خارج بشو. خب بعد سیستمم طوریه که از استارت و اند داره. استارت و اند توی این ویدیو قبلی مشخص بود. ما گفتیم که بیا تمام حالت‌ها رو، تمام تریدها رو یه بار رو آر بار 1 بزن، یه بار دیگه بیا تمام تریدها رو آر بار 2 بزن، یه بار 3، یه بار 4. این تا کجا ادامه بده؟ از چند شروع بشه تا چند. پس اینجا 1 تا 4 بود. ما اینجا میتونیم بگیم مثلا از شماره 1 در نظر بگیر تا شماره 4 افزایش بده. و یا نه میتونم بگم از شماره 1 تا 2 افزایش بده. خب و آره 1 تا مثلا 2 افزایش بده. یا میتونم بگم که 1 تا 4، یا میتونم برعکس بگم از 2، برعکس که نه، منظورم از 2 تا 4 افزایش بده، یعنی از شروعش از 1 نباشه. و این هیچ موقع نمیتونه برابر یا بیشتر باشه از این عدد، چون معنی نداره. استارتش از عدد کمتره، بعدش هر دفعه افزایش میده. یعنی با هر بار این اعداد رو هم نباید زیاد بذارید، نباید مثلا 20 بذارید. خب چون محاسبات اینقدر سنگین میشه که نمیتونه انجام بده. البته میتونه وقت طولانی نیاز داره. اینو اگر مثلا 1 تا 4 بذاریم، محاسبه قبلیمون درست در میاد. خب حالا ما یک تیپی 2 هم فعال کرده بودیم توی این مثال که گفتیم اگر تیپی 2 هم فعال کنیم چه اتفاقی میفته. توی تیپی 2 دقت کنید استارت شما از 1 نمیتونه شروع بشه، از 4 هم نمیتونه، از 5 باید شروع بشه. خب اینو باید 6 باشه مثلا. این نمیتونه 4 باشه. چرا؟ چون معنی نداره. ما توی تیپی 1 گفتیم که از 1 تا 4 رو بزن. خب توی تیپی 2 باید از ادامه اون شروع بشه، از ادامه 5. و اگر ما بخوایم اونو تکرار کنیم، رسما یک سری اوردرها تکراری بی معنی زده میشن و واسه این روی تیپی 2 بعد اینو در نظر بگیرید، از 5 شروع بشه مثلا تا 7. آره دیگه، بذارید من یه بار دیگه بررسی کنم که همچین چیزی نمیتونه به وجود بیاد. ما توی آر بار 1 10% خارج میشیم و تو آر بار 2 10% خارج میشیم و توی تیپی 2 رو آر بار 2 خارج بشیم. نمیشه روی آر بار 1 خارج بشیم. و همچنین روی آر بار 2 که اینجا ورود زدیم، اینجا روی آر بار 3 میایم خارج میشیم. نمیشه، امکان نداره که مثلا روی عدد دیگه ای باشه. واسه این قضیه باید این همیشه بزرگتر از این عدد باشه. اون خودش در ضمن در نظر میگیره که این دو رو من فکر کنم این یک اشتباهاتی از لحاظ یو آی داشته باشه که باید برم درستش کنم. اما خب خیلی مهم نیست. یعنی شما اینو باید استارتتون رو در حقیقت باید روش فکر کنم یه اشتباهی سمت یو آی میتونه از 1 شروع بشه تا 7. اینجا داره میگه که شما بزرگتر از 4 باید قرار بدید. خب ما فعلا با این فرض جلو، اگر اشتباهی داشته باشه من باز اینو درستش میکنم. باید بیشتر فکر کنم راجع به این قضیه. خب و بعدش اینجا تیپی 3 رو داریم که خب باز تیپی 3 هم باید بالاتر از خروجی اند باشه که میشه 8 مثلا تا 10. باز اینجا میدونید یه سری از معاملات هست که مثلا روی تیپی 7 یا 6 بخواد خارج بشه، باید بررسی کنم که همچین اتفاق میتونه شکل بگیره یا نه. این یکی از اشتباهات من بوده تو این ویدیو، بعد درستش میکردم، بعداً ویدیو میگرفتم. اما شما تا وقتی که این ویدیو رو ببینید این بخش درست شده. خب بعد از اون یک دونه چیز دیگه هم اینجا گذاشتم، تیپی 4. خب توی این تیپی 4 متفاوته. چرا تیپی 4؟ وقتی اینجا دو تا تیپی 4 دارم، من اینو بردارم. ببینید ما توی یک تیپی 1 که گفتیم 1 تا 4، خب اینجا باید بگم که میتونید تیپی 2 تا دارید، یک دونه اینه، یه دونه اینه. این آخری با استفاده از آخرین تیپی که فعال دارید یه دونه اضافه تر میشه، تیپی بعدیتون میشه. یعنی اگر اینو من تیپی 1 و 2 رو فعال کنم، این میشه تیپی 3، اینم میشه تیپی 3. فرق این دو تا تیپی 3 چیه؟ یه وقتی این غیر فعاله، این میشه تیپی 2، اینم میشه تیپی 2. فرق این دو تا چیه؟ فرقشون اینه که شما میخواید بگید که من روی من بهش گفتم دیگه 1 تا 4 افزایش بده. خب اگر افزایشی جلو میره، یک سری از معاملات هست که مثلا 10% وارد شده روی تیپی 1، اما مابقیشو میخواد کجا خارج بشه. مابقیشو اگر شما تیکی رو نزده باشید، کلا اون قانون 10% افزایش سرمایه رو نمیزنه. اگر این فول تیپی رو فعال کرده باشید،
در حقیقت اون 10% سرمایه رو روی این آرهای مختلف وارد میشه، بعد دوباره میره 20% سرمایه رو وارد میشه، بعد دوباره 30%. این پله افزایشی سرمایه رو میزنه، یعنی تعداد حالتهای مدل شما زیاد میشه. بعد ولی این یک ایرادی داره. من اگه توی تیپ 1 دارم قسمتی از سرمایه رو خارج میشم، اینجا تیپی بعدی من کجا قرار داره؟ چون تیپی 2 رو فعال نکردم. تیپی 2 من میتونه فول تیپی باشه. فول تیپی یعنی چی؟ یک معامله من میتونه آر 3 داشته باشه، یعنی تیپی مین یا تیپی اصلیمون آر 3 داشته باشه. پس این ثبت میکنه که اگر روی تیپی 1 خارج بشم قسمتی از حجم رو، بقیه‌شو یعنی 100% باقی مونده رو میره روی اون تیپی مد نظر همون معامله خارج میشه. یکی ممکنه 3 باشه، یکی ممکنه 2 باشه. منظورم کجا میشه؟ منظورم اینجا. یعنی اگر شما فول تیپی رو فعال کنید دیگه نمیاد توی تیپی 2 پله‌ای خارج کنه، باقی مونده رو خودش تشخیص میده که من تیپی مین من 8 و روی 1 تا 4 میزنه و بعد حجم باقی مونده رو میره روی 8 خارج میشه. باز تو معامله بعدی تیپی اصلی من 10 سعی میکنه 1 تا 4 رو میزنه و بعد باقی مونده حجم معامله رو میره روی 10 خارج میشه. امیدوارم که متوجه شده باشید، ولی اگر جای سوال بود حتما ازمون بپرسید، چون برای منم خیلی پیچیده شد چه برسه به شما. خب اگر من فول تیپی رو غیر فعال کنم، تیپی 2 رو فعال کنم، تیپی 2 من ثابت میشه، فقط بین اعداد و ارقامی که من اینجا وارد کردم میچرخه. خب و فکر کنم اون مشکل مسئله قبلی که گفتم اشتباه اینجا، اونم اگر شما اینو پر نکنید مشکلی به وجود نمیاد. فکر میکنم من قبلا اینو طراحی کردم، شما میتونید اینجا مثلا 6 وارد کنید بدون مشکل و استارتش رو خودش از 1 میزنه، یعنی حواسش هست من پس اونجایی که گفتم مشکل داره مشکلی نداره. شما فقط استارت رو میتونید وارد نکنید، استارت خودش تصمیم میگیره. آره این درسته. بعد امیدوارم که متوجه شده باشید. اگر تیپی 2 رو فعال کنید میاد روی مثلا آر بار 1 تا 5 کات میکنه ثابت، ولی اگر تیپی 2 رو این فول تیپی فعال کنید، قسمتی از حجم که روی آر بار 1 و 4 خارج میشه، مابقی رو دیگه روی عدد ثابتی کات نمیکنه، نمیبره، میره روی اعداد متغیر یا تیپی قابل انتظار شما خارج میشه، که این خیلی میتونه به سیستم معاملاتی شما کمک کنه. حالا باید شما با انواع اقسام و بک تست بگیرید ببینید چه اتفاقی میفته. خب من الان اومدم اینا رو نوشتم، اینم میذارم روی مثلا همون 5%، اینم آر بار 2، تیپی 3 هم مثلا حالا فعال نمی‌کنیم، اینو فعال می‌کنیم. خب اینجا شروع می‌کنیم 1 تا 4، بعد 1 تا 5 و 1 تا 6. این اتفاق میفته، بعدش من میرم استارت رو میزنم. خب اینجا شروع میکنه میگه که شما 6000 مدل دارید. ببینید 6000 مدل 6000 ترید نیست، هر حالت این 6000 تا 100 تا 500 تا ترید، ما گفتیم تعداد تریدمون 500 تاست، 500 تا ترید داره میزنه. خب و بعد وایستیم این 6000 ضرب در 500 چند میشه؟ ایشون الان 3 میلیون ترید زده که بتونه سیستم شما رو بررسی کنه، داره این کار انجام میده. خورده زوم این کنم، اون اعدادش ریزه. خب کاری نداریم. بعد این مدل‌های پایین رو من قبلا انجام دادم، خیلی مسئله مهمی نیست و اینجا توی اکشن یک چیز دارید، یه سری گزینه دارید میزنید روش. خب توی این صفحه‌ای که اومده واسه شما میگه که من 6000 تا حالت دارم که این 6270 منظور کل مدلایی که من انجام دادم، این درستش اینه. 6000 تا حالت دارم و توی این 6000 تا حالت من اینجا واسه شما هر کدوم از مدل‌ها رو آوردم. با یک مدل سرمایه شما از $1000 رسیده به 2 میلیون آره 2 میلیون دلار. ولی بهتون میگم بعضیاشون کلا نشدنیه. چرا نشدنیه؟ چون ماکسیمم درآمد 16%. یعنی این اصلا چیزه، این غیر عادیه. خب شما ماکسیمم درآمدتون باید 5% باشه. اینجا میگه که از 6000 حالت 3700 تا حالتش تونسته ماکسیمم درآمد 5% داشته باشه و بتونه این نمیدونم چیه بذارید من روش کلیک کنم. این روش کلیک کنید خود جدول سورت میشه به اون ردیف هایی که به دست آورده. خب اینجا ببینید ماکسیمم درآمد من 4% که من اگه روش کلیک کنم نحوه رشد سرمایه من رو نشون میده از $1000 به 6 میلیون دلار، که خب من چون هزینه کارمزد و هزینه یه سری مسائل رو در نظر نگرفتم این اعداد کم نجومیه. بعد احتمال داره اعداد اشتباه هم باشه، من هیچ ادعایی ندارم توی اشتباه نبودن اعداد، پس بهتره شما هم بررسی کنید که واقعا ببینید درسته یا نه. بررسی کردن شما نیازمند اینه که یک فایل CSV اینجا داره و دانلود میکنید. این فایل رو دونه دونه معاملات رو انجام داده اینجا و برای شما گفته که من زوم کنم
البته خب اعدادمون هم رندوم توی اعداد رندوم میتونه به 6 میلیون دلار برسه. این اعداد میتونه مثلا گرایش به سمت مثبت زیاد داشته باشه. پس اینکه اعداد اشتباهه احتمال پایین‌تره، چون من چندین بار اعداد رو بررسی کردم. خب اینجا دقت کنید، یک مثال میگم که خود شما اگه خواستید فایل اکسل رو بررسی کنید بتونید بررسی کنید. ما اینجا یک سری ستون داشتیم که اینکه تعداد ترید از یک شروع میشه میره تا 500 تا معامله که ما گفتیم تا 500 تا بزن دیگه. خب این اسکرول من یکم سریع شده. خب بعد اینجا همون ستون قابل انتظارمون رو وارد کردیم، همون تیپی میلیمون. اینجا هم پیک یا اون میزانی که انتظار داشتیم بهش برسه، یعنی چیز بوده این انتظار داشتیم بهش برسه ولی این تا اینجا رفته، آر این مقدار رو داده. بعد آر تکست، اینا جو اسمش رو اینطوری گذاشتم. آر تکست در حقیقت همون میزان آر هایی که داره افزایش میده هستش، یعنی یک بار اومده به آر 2 زده، چون ما گفتیم از شروع شما اینجوری باشه، از 2 زده و دوباره بذار من یه بار دیگه نگاه کنم. ما اینجا گفتیم از 1 تا 4 شروع کن، بعد این گفتیم از 1 تا 5، اینم 1 تا 6. خب این شروعش رو از 2 زده، حالا من نمیدونم چرا، احتمالاً فیلتری که کردیم اون فیلتر اومده اینا رو دستکاری کرده. و بعد بررسی کنیم. آها این یکی از مدل هاست، این یکی از مدل هاست که ما دانلود کردیم. این یک دونه از مدل هاست که ما دانلود کردیم و تو این مدل اومده آر با آر رو فقط 2 بوده، 5 بوده و 6 بوده. خب و تو این 2 5 6 اعداد ارقامی که ورود و خروج زده اینجوری بوده و روی این 2 5 6 90% روی آر بار 2 خارج شده، 90% باقی مونده رو آر بار 5 خارج شده، 100% باقی مونده رو آر بار 6 خارج شده. یه کمی مثلا مدل قابل قبولی نیست از نظر من، چون که ما همه حالت‌ها رو داریم حساب می‌کنیم، بعضی چیزا غیر معقول به وجود میاد. مثلا 90% ما رو آر بار 2 خارج بشیم دیگه 10% باقی مونده چیزی نیست که ما بخوایم روش حساب کنیم. البته 10% باقی مونده میتونه رو آربارهای بالا خارج بشه، پس این هم مسئله یه واسه خودش، یعنی تشخیص این که چه مدل دیتایی واسه شما قابل قبوله خیلی مهمه. بعد بیشترین تکرار پذیری میاد وسط و خب مسائل پیچیده که در آینده راجعش صحبت می‌کنیم. و اینجا به ما گفته که من ریسکمو 1.5% گذاشتم، یعنی توی این مدل از 6000 تا مدل اینو انتخاب کرده و اینجوری رفته جلو. من برم توی وبسایت یه لحظه. این پایین میتونم بگم که ردیف‌های 100 تایی، جدول 100 تایی رو بهم نشون بده. خب این ترتیبش بر اساس همین سیستم آیدی 74 همین که الان ایجاد کردیم، شماره 74 بود و ببینم میتونم سورت کنم که این آرها رو به ترتیب حرکت نشون بده، چون البته فکر کنم نشه چون که کم پیچیده است این قضیه. خب نمیشه این سورت کردن، این که بگم از 1 شروع کرده 2 شروع کرده، بعد برید تو کل جدول نگاه کنید ببینید که مثلا چطوری بوده. 60 صفحه است. اومد. خب ببینید سیستم اینجوری کار میکنه. من یک خورده زوم کنم چون که دیگه نمیشه. خب اینجا اومده یه بار آربار 1 0% خارج شده، یه بار آربار 2 0% خارج شده، یه بار آربار 3 100% خارج. این میشه یه حالت، یعنی واسه شما یه حالت اینجوری رفته جلو. بعد دوباره اومده یه بار 1 2 اینو کرده 4، دوباره 1 2 اینو کرده 5، یعنی توی آربار سومین تیپیتون آربارشو هی داره یه پله میبره بالا، هی داره یه پله میبره بالا و داره حجم رو خارج میشه. حالا دقت کنید اینا رو که انجام داد دیگه ما گفتیم آربار چیزو تا 6 ادامه بده. خب آربار تی پی 3 رو تا 6 ادامه بده و وقتی میبینه که به این عدد رسیده دوباره میاد میگه 1 2 3. این دفعه اینو که 0% بوده روی آربار 1 0% حجم رو خارج میشه، روی آربار 2 این دفعه 10% رو خارج میشه، یعنی آربار 2 رو فعال کرده. بعد باقی مونده رو 100% رو روی آربار 3 خارج میشه و دوباره 1 2 4 0 10%، یعنی اینو کرده 4، بعد دوباره 5 و دوباره 6 و حالا که این تموم شد دوباره همون داستان رو تکرار کرده ولی این دفعه 20% حجم رو خارج شده رو آربار 2 و باز دوباره این داستان رو تکرار کرده 30%، دوباره تکرار کرده 40% 50% و اینا رو ادامه داده تا وقتی که میرسه به 90%. دقت کنید ما روی آربار 2 نمیتونیم 100% خارج شیم. چرا؟ چون اگه روی آربار 2 100% خارج بشیم دیگه آربار سومی معنی نداره وجود داشته باشه. البته داریم ما همچین مدلی داریم توی بگردید داریم ولی تو این لیست این تیکه نیست. بعد دوباره اومده 1 3 4. تفاوت این با این بالایی‌ها چیه؟ این بالایی‌ها بوده 1 2 3، یعنی این وسطی 2 بوده همیشه. این پایینی بوده 1 3 4، یعنی این دفعه اومده تیپی دوم رو یک دونه آر بزرگتر در نظر گرفته و وقتی اینو کرده 3 دیگه معنی نداره که تیپی سوم اونم 3 باشه.
چون جفتشون 3 باشه خب معنی نداره. پس اینو از 4 شروع کرده، یعنی 1 3 4 1 3 5 1 3 6 و دوباره حجم رو اونجوری با مدل اول، بعد دوباره 1 3 4 1 3 5 1 3 6 حجم رو با 10% افزایش، دوباره با 20% افزایش، دوباره با 30% و این شکلی. بعد از اینکه اینا رو تموم کرد دوباره میاد آر به آر وسطی که ما گفتیم 1 تا 3 هست. بذارید من اینو برم توی آل سیستم یه لحظه ببینم. ما گفتیم که وسطی رو تا چند بعد ادامه بده؟ وسطی رو گفتیم تا 5 بعد ادامه بده، نباید از 5 بالاتر باشه. پس اینو اینقدر ادامه میده تا برسیم به 5. آره اینجا رسیدیم به 5. منظور که در ادامه این قضیه اینجوری اتفاق میفته. حالا برای همه درآمد رو حساب کرده و میزان رشد سرمایه رو حساب کرده، یعنی سرمایه شما از $1000 اینجا رسیده $24000 که 3% درآمد داشته. این میتونه یه خورده قابل قبول باشه. بعد 1 2 3 خب من اینو فایل CSV شو بگیرم یه بار اینو بررسی کنیم تا حدودیشو. خب مثلا میگم محاسبات سنگینه، هیچ ادعایی نیست که محاسبات اشتباه نباشه، پس با شما باید دقت کنید، اگر جای اشتباه بود بهمون بگید، اما تا جای ممکن بررسی شده و دیتا قابل قبوله. خب من اینجا میخوام یه نمونه بررسی کنم ببینم که چطوری پیش رفته. توی این مدل 500 تا ترید رو انجام داده، بعد 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ولی فقط تیپی 3 فعال بوده، یعنی کلا یه بار توی این مدل اصلا تیپی 1 و 2 رو کلا در نظر نگرفته. دقت کنید تا پایین که ما اومدیم همش تیپی 3 فعال بوده. میخوایم ببینیم که اگر همیشه روی تیپی 3 خارج بشیم که آر بارمون هم 3 هست، آیا این مدل میتونست سرمایه من رو رشد بده یا نه؟ خب و درآمد چه اتفاقی میفته اگر من با ریسک 0.5% وارد بشم؟ سرمایه من چطوری افزایش پیدا میکنه؟ سرمایه من گفتم که $1000 بوده دیگه. بهمون گفته آقا شما توی این مسئله شما گفتید که 0.5% میخواید ریسک کنید. شما گفتید که 0.5% از $1000 میشه $5، درسته؟ و توی این آر با آری که ما خارج شدیم آر با آر 3 بوده، پس ما $5 میشه $15 سود، یعنی ضرب در 3 میشه، پس ما موجودیمون میشه $1015 و $15 هم میشه سود. بعد این وسط دوباره معامله بعدیمون هم به آر با آر 3 رسیده. حالا ما از کجا فهمیدیم آر با آر 3 رسیده؟ از پیک، اون دیتایی که ما وارد کردیم. اینو من وسط چین کنم. از پیک ما گفتیم که ما یک ترید زدیم، انتظار داشتیم به آر با آر 8 برسه ولی آر با آر 7 رسیده و بعد ضرر شده. اگر ما آر با آر 3 خارج می‌شدیم دیگه اون ضرر نبوده و ما میتونستیم با سود خارج بشیم. اینجا هم دقت کنید، اینجا هم آر با آر 3 رسیده. خب پس این معامله سوده، پس این سوده، این سوده، این سوده، این ضرره. این چرا ضرره؟ اینجا ما گفتیم قابل انتظارمون 5 بوده ولی به -1 رسیده. وقتی به -1 رسیده برامون ضرره. -1 هم در حقیقت یک دونه 0.5% ضرره، نه دیگه $15. ما 0.5% ریسک کردیم میشه $5. این معاملاتمون همیشه $5. چرا 5.23؟ به خاطر اون سود مرکبی که اینجا باز شده. موجودیمون دیگه $1000 نیست، موجودیمون توی لحظه از معامله $1045. $1045 0.5% میشه $5.23 ضرر که توی معامله انجام شده. بعد ازش کم شده، از 1045 شده $3. دوباره ما اگه بریم دنبال یک معامله‌ای بگردیم که آر با آرش مثلا 2 بوده، چون ما گفتیم که آر با آر 3 قابل قبوله، پس اگر با آر با آر 2 پیکش به آر با آر 2 باشه پس اون معامله باید ضرر باشه. ما گفتیم قابل انتظارمون 7 بوده ولی معامله تا آر با آر 2 اومده بعد رفته تو ضرر، پس این معامله برای ما ضرره. چرا؟ چون که ما 100% روی تی 3 داریم خارج میشیم، پس این معامله ضرره. آره پس ضرر بوده، درسته. یک چطور؟ یکم ضرره، یک -1 همه ضررن. و امیدوارم که مسائل متوجه شید چون واقعا یکم پیچیده میشه. حالا اینو یه مدل ساده بود انتخاب کردم، اونایی که پیچیده‌تره، اونایی که آر بار 2 و آر بار 3 هست و میزان حجم متغیره، باز کم پیچیده‌تر میشه محاسباتش. یعنی انجام دادنش از این پایین تا این، از این بالا تا این پایین با دست بخواید انجام بدید، من به نظر من مثلا 2 3 تا تیپی فعال داشته باشه، آر بارهای مختلف خارج بشه، حجم مختلف خارج بشه، این کارو بخواید انجام بدید احتمالاً یه هفته از شما زمان میبره که با ماشین حساب بشینید دونه دونه محاسبه کنید و ببینید که چقدر ابزار قدرتمندیه که میتونه واسه شما این کارو انجام بده. حالا مزیتش چیه؟ مزیتش اینه که شما میتونید بیشترین تکرار پذیری استراتژیتون رو متوجه بشید. یعنی چی؟ یعنی من بیام از کجا بفهمم که معمولا یه آستانه به وجود میاد دیگه، از اون آستانه عبور کنم به سمت ویدیو من گرفته میشه، از اون آستانه عبور کنم به یک سمتی سیستم من دیگه ضررده میشه، از اون آستانه عبور کنم به یک سمت دیگه سیستم من سودده میشه. این آستانه به وجود اومدنش خب نیازمنده که همه این دیتا ها رو بررسی کنید که خب این هم کار سختیه. یعنی مثلا سیستم میتونه به شما بگه آقای مثلا فلانی شما همیشه معاملاتتون رو باید اینجوری روی فلان آر فلان حجم خارج بشید و 90% مواقع این توی سیستم شما اتفاق افتاده. خب پس اگر همچین تکرار پذیری رو واسه من پیدا کنه، خب میتونه به من یک مسیر بده
و من دیگه استراتژی من همیشه اینجوریه. حالا شما شاید بگید که این 500 تا ترید ممکنه روی ارز دیگه فرق کنه استراتژی من. اوکی، میرید روی ارز مختلف این کارو انجام میدید، دیتا میدید، بعد در نهایت میرسید به 10 تا مدل یا 20 تا مدل. تو این 10 تا 20 تا مدل یه سری نقاط اشتراک داره که آقا همیشه اینجوری گام بردار و این نقاط اشتراک میشه نقاط پایداری سیستم ریسک شما. و این نقاط پایداری اجازه نمیده که روی هر استی عوض میشید سیستم شما بره توی ضرر. به هیچ عنوان سیستم شما نمیتونه بره توی ضرر با این اوصاف. و دقت کنید که اعداد نجومی اینجا زیاده و اینا مبنی بر اینکه سیستم اشتباهی نیست. اعداد نجومی بیانگر اینه که دراودان شما ممکنه زیاد باشه. خب یک جا مثلا بیارم اینجا، من بالانس که اینجا رشد کرده رو سورتش میکنم، ببینید تا 12 میلیون دلار هم بوده ولی دراودان زیاد بوده و این میتونه غلط باشه. خب و ریسک به شدت بالاست. بعد تکرار پذیری ممکنه کم بوده باشه، ممکنه مثلا توی 5 تا معامله این اتفاق افتاده باشه. خب این تکرار پذیری 5 تا معامله توی 500 تا معامله احتمال کمتری واسه شما وجود داره که بخواد آینده اتفاق بیفته. شما باید برید توی تکرار پذیری‌های بیشتر، یعنی معمولا در 80% مواقع این اتفاقاتی که من پیدا کردم میفته. پس این میتونه خیلی کمکتون کنه. حالا من اینو منفی برگردونم به بدترین حالت. بدترین حالتمون هم دقت کنید اصلا سود ضرر نبوده، یعنی سرمایه اصلا نرفته توی ضرر. $1000 داشتیم دیگه. خب اینم مبنی بر اشتباهات سیستماتیکی ما داریم نیست. چرا؟ چون که ما ریسکمون رو درست انتخاب کردیم، یعنی 0.5% تا 1.5% معقول ترین سیستم ریسکیه که تو دنیا وجود داره. اگر شما ریسکتون رو بذارید 2%، 3% یا 5%، اینجا میبینید که اعدادتون کلا منفی میشه. یعنی من مدلمو یه جوری انتخاب کردم اعداد اصلا نمیتونه بره تو منفی. و این یه مزیتیه که داره به شما میگه توی بازارهای مالی شما اگه سکه هم بندازی، اگر ریسک رو درست مدیریت کنی، سرمایه‌تون نمیره توی ضرر. فقط مسئله که هست از دیدگاه من ضرره. چرا؟ چون $1000 تحت 500 تا معامله هزینه اسپرد دارید میدید، هزینه کمیسیون دارید میدید، هزینه زمانی دارید میدید. 500 تا ترید ممکنه در طی مثلا 4-5 سال اتفاق افتاده باشه و معقول نیست که $1000 برسه به $3000. اونا رو هم باید حساب کنید که بعداً میتونید متوجه بشید که سیستمتون چطوریه. من خود سرما خوردم، امیدوارم که توی ویدیو توپوهای من رو ببخشید. خب ستون‌های دیگه چیه؟ ستون‌های دیگه گفته که توی تیپی 1 شما 61 بار اتفاق افتاده، تیپی 2 شما 48 بار اتفاق افتاده و اینجور مسائل. اینا که صفر هست به خاطر اینکه ما تیپی 4 و 5 رو کلا فعال نکردیم تو محاسباتمون. 286 تا معامله شما استاپ خورده. بعد پروفیت فاکتور شما باید بالا باشه. این یک نشون دهنده خوبیه. وین ریت شما باید معقول باشه، ولی این دوتا همیشه با پروفیت فاکتور سنجیده میشن. بعد دیگه این شکلی. خب حالا من سعی میکنم تو ویدیوهای آینده پیگیر باشید. اگر ببینم تقاضا زیاد باشه این دیتا رو میتونم بدم به AI. اگه این دیتا رو بدم به AI میتونه اون مدل های دقیق من رو پیدا کنه، چون گشتن بین اینا همه خیلی خیلی سخته. بعد همین دیگه ما الان تونستیم 6000 تا حالت پیدا کنیم. از این 6000 تا حالت حدوداً 1/3 میتونه برای ما سودده باشه که از این 1/3 یه تعدادشون باز دوباره احتمال تکرار پذیریشون کمه، یعنی احتمال به وجود اومدنشون توی بازار مثلا 5% یا 10% و اونا رو باید پیدا کنیم، حذف کنیم و میرسیم مثلا به 10% یا 5% کل این 6000 حالت. یعنی چی؟ یعنی شما توی بازار اگر کلی دنیاهای موازی داشته باشیم، شما بشید 500 تا معامله توی هر کدوم از این دنیاها انجام بدید، توی این 6000 حالت کلا 5% این 6000 حالت میتونه شما رو مداوم سودده کنه و در غیر این صورت بقیه این حالت ها، این 95% این حالت ها میتونه شما رو در آینده به یه حالت نرمی ببره توی ضرر که اصلا متوجه نشید. و اینه قدرت بازار که شما رو درگیر سودگیری میکنه و نگهتون میداره و بعد کم کم میری توی ضرر. امیدوارم این ویدیو هم به درد شما بخوره و تا ویدیوهای بعدی بدرود. خدمات سایتمون هم تو ویدیوهای بعدی گفتم که در رابطه با اسمارت مانی چه کارهایی میتونه واسهتون انجام بده. من در پایان ویدیو اشاره میکنم، بعدش میگه ویدیو تموم. خب توی این سایت تحلیل‌های مختلف گذاشته شده از دیدگاه مختلف اسمارت مانی، ساختار کشیده شده اتوماتیک و ساختار هر لحظه داره میره جلو. اوردر بلاک ها و اف جی ها مرتبا کشیده شدن، همشون آماده است. شما میتونید اینجا الرت بذارید و الرت هایی که میذارید میتونه قیمت به اونجا برسه و بعد به شما خبر بده. حالا این خبر دادن تحت عنوان تلگرام، جیمیل یا هر چیزی که شما تنظیم میکنید براتون ارسال میشه. بعد میتونه حالا بستگی به پلنی که خریداری میکنید، پلن رو هم نمایش بدم. بستگی به پلنی که خریداری میکنید
میتونه واسهتون تایید فلیپ بگیره داخل ناحیه‌ای که تیک میزنید، بعداً آر واسهتون حساب کنه و خب خیلی مسائل دیگه رو حساب میکنه که بتونه به شما موقعیت خیلی خوبی رو پیشنهاد بده. سایت یه سایت سیگنال نیست، یه سایت پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست و فقط به عنوان یک ابزار تحلیلی برای اسمارت مانی تهیه شده و قرار هم نیست به کسی دیدگاه بده. اگر شما اکانت اولترا رو داشته باشید میتونید تحلیل‌ها رو خودتون ایجاد کنید از هر جایی که دوست داشته باشید. حالا کارهای خیلی قوی‌تری هم میشه انجام داد که میتونه به AI وصل بشه، میتونه به N8N چت جی پی تی وصل بشه که خب یه بخش اسکرینر، بخش تریگر، خیلی بخش بزرگی داره که من تو ویدیوهای دیگه بهش پرداختم و میتونید بیاید استفاده کنید. هم فارکس هم کریپتو رو ساپورت میکنه. تخفیف هم که تا دلتون بخواد داریم. خب اینم از این. امیدوارم که ویدیو کمک کننده باشه برای مسائل ریسک شما.